اسفناج یکی از سبزیجات فوق‌العاده عالی برای استفاده هستش. بهترین قسمت استفاده اسفناج برگ‌های گیاه هستش. ترکیبات شیمیایی که اسفناج داره ویتامین B3 فراوان هستش. همینطور داروی مهمی برای برطرف کردن بیماری پلاگر هم در نظر گرفته میشه. پلاگر یه نوع بیماریه که به علت کمبود ویتامین B3 در بدن ایجاد میشه و نشانه‌های آن ضعف بدن، تشنج، اختلال در دستگاه هاضمه و به وجود اومدن لکه‌های قرمز روی پوسته. ضمناً در اسفناج مقدار زیادی آهن، یود، لیسیتین، کلروفیل، کارتون، اسید اگزالیک و اسید آرسنیک وجود داره. خواص دارویی که میتونه اسفناج داشته باشه، برگ اسفناج از نظر طب قدیم ایران کمی سرد و تره و برخی عقیده دارن که متعادله، یعنی نه سرد نه گرم. برگ اسفناج منبع غنی ویتامین A، B3، C و آهن و پتاسیم میباشد. بدن رو قلیایی میکنه، خنک کننده هستش و برای پایین آوردن تب مفید هستش. از دیگر خواصش میتونیم بگیم که ورم روده کوچیک رو رفع میکنه، برای ورم ریه هم مفیده. ملینه و یبوست رو برطرف میکنه، برای لاغر شدن و وزن کم کردن مفیده. اسفناج به خاطر داشتن ماده به نام اسپیناسین هضم غذا رو تسریع میکنه و این ماده باعث تحریک معده و ازدیاد ترشحات اون میشه. خوردن اسفناج در رفع تشنگی مؤثره، برای از بین بردن ورم و درد گلو مفیده. برای رفع سرفه‌های خشک برگ اسفناج رو با حوصله پوست کنده و روغن بادام بپزید و بخورید. آش اسفناج با گشنیز برای سردردهایی که ناشی از سوء هاضمه و اختلال دستگاه گوارشی هستش مفیدن. اگه آش اسفناج رو با آب لیمو و سماق و یا آب قوره بخورید، سردردهای ناشی از اختلال کیسه صفرا رو برطرف میکنه. خوردن اسفناج از سرطان جلوگیری میکنه، مخصوصا در افرادی که به مصرف الکل و سیگار دست دارن. تحقیقات دانشمندان هم نشون میده که اسفناج در پیشگیری از سرطان روده بزرگ، معده، پروستات، حنجره و رحم موثره. اسفناج کلسترول خون رو پایین میاره، بهترین دارو برای کسایی که مبتلا به کمخونی هستن. اسفناج همینطور مثل جارو روده بزرگ رو تمیز میکنه، ترشحات لوزالمعده رو افزایش میده. یه سبزی خیلی مفید برای تقویت اعصاب هستش. اسفناج پخته برای رفع بیماری آسم و گرفتگی صدا خیلی موثره. روماتیسم و نقرس رو درمان میکنه، برای زیاد کردن شیر در مادران شیرده استفاده میشه. سابقا نوعی شربت از اسفناج تهیه شده که در معالجه خونریزی ها و کمخونی هم ازش استفاده میشه. تخم اسفناج ملین و خنک کننده هستش. تخم اسفناج برای برطرف کردن ورم کبد و یرقان هم مفیده. اسفناج تعداد گلبول‌های قرمز خون رو افزایش میده. چون دارای کلروفیل هستش، عضلات روده رو تحریک میکنه و تخلیه مدفوع رو آسون میکنه. اگه کسی مبتلا به حبس البول یا بند اومدن ادرار هستش، میتونه با مخلوط نصف فنجان آب اسفناج این ناراحتی رو درمان بکنه. با همون مقدار روغن بادام یا روغن زیتون مخلوط بکنه و بخوره. اسفناج رو در سالاد خود بریزید و میل بکنید. حالا مضراتی که اسفناج داره چیه؟ اسفناج به خاطر داشتن اگزالات برای بیماران مبتلا به ورم و مفاصل و سنگ‌های کلیه و مثانه مناسب نیست. ضمناً اونهایی که سرد مزاج هستن باید اسفناج رو با ادویه گرم مثل زنجبیل، هل میل کنن.